سلام. شیخ مفید نقل میکنه که تو عالم رویا داشتم از یه مسیر میرفتم، دیدم یه جمعیتی دور یه آقایی وایستادن. بعد من پرسیدم این آقایی کیه؟ گفتن این عمر ابن خطابه. بعد میگه من از عمر ابن خطاب پرسیدم که دلیل و استدلال شما برای فضیلت ابوبکر در آیه غار چیه؟ عمر میگه که 6 تا نکته توی این آیه وجود داره که دلیل فضیلت برای ابوبکره. حالا اون 6 تا نکته چیه؟ اولیش این که خدا از ابوبکر به عنوان یکی از اون دو نفر توی آیه نام میبره. دلیل بعدیش اینه که پیامبر و ابوبکر وحدت مکانی داشتن توی غار، یعنی پیش همدیگه بودن. دلیل بعدیش اینه که خدا از ابوبکر به عنوان صاحب و رفیق پیامبر توی آیه نام میبره. دلیل بعدیش اینه که پیامبر به ابوبکر گفته لا تحزن، یعنی غمگین مباش، و گفته که ان الله معنا، یعنی خدا با ماست. و دلیل بعدیش هم این که خدا سکینه و آرامشش رو بر ابوبکر فرستاده، نه بر پیامبر، چون که پیامبر نیازی به سکینه و آرامش نداره. این استدلال های عمر بود برای فضیلت ابوبکر در آیه غار. خب حالا جوابهای شیخ مفید رو ما بیان کنیم. شیخ بهش میگه که این که شما میگین که خدا اونو به عنوان یکی از اون دو نفر نام برده، این فضیلت نیست. چرا؟ چون که این فقط بیان یه عدده. و اینم که میگین که با هم دیگه وحدت مکانی داشتن، اینم فضیلت نیست. چرا؟ چون مثلا ممکنه که مؤمن و کافرم توی یه مسجد با هم دیگه باشن، یا مثلا حضرت نوح که توی کشتی بود، حیوانات هم باهاش بودن و اینا با هم دیگه وحدت مکانی داشتن، اینم فضیلت نیست. درباره صاحب و همراه هم ممکنه که شخص مؤمن با شخص کافر همراه همدیگه باشن، مثل آیه‌ای که میگه دوست با ایمان به صاحب یا همون همراه خودش گفت آیا به خدا کافر شدی؟ و اینکه گفته شد لا تحزن، یعنی غمگین مباش، اینم دلیل بر خطاست نه فضیلت. چرا؟ چون که این کار، این حوض یا اطاعت بود یا که خطا و گناه. اگر اطاعت بود که پیامبر نباید ازش نهی میکرد. و اینکه گفته شد ان الله معنا، یعنی خدا با ماست، اینجا منظور شخص پیامبره که تعبیر به جمع اومده. مثل اینکه خدا فرموده انا نحن نزلنا، ما نازل کردیم، و در جای دیگه هم فرموده که هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید او با شماست. این پس دلیل بر فضیلت نیست. سکینه و آرامش رو اگر بگی بر ابوبکر نازل شده، با ظاهر آیه مخالفه، چون که همه ضمیرها برمیگرده به پیامبر، و سکینه و آرامش بر اون شخصی نازل شده که طبق خود آیه لشکر خدا به یاریش رفتن. اگر بگی بر هر دوتاشون نازل شده، که اینم اشتباهه، چون که فقط پیامبر شایستگی این سکینه و آرامش رو داشت. چون که در آیات دیگه ما میخونیم خدا فرموده سکینه و آرامشش رو بر رسول و بر مؤمنان فرو فرستاد، که اگر توی غار هم مؤمنی همراه پیامبر بود، باید آیه مثل همون نازل میشد. پس به این آیه برای فضیلت دوست استدلال نکنی بهتره. شیخ مفید میگه بعد از حرفای من اون دیگه نتونست جواب منو بده و مردم هم از دورش پراکنده شدن. التماس تفکر یا علی مدد.